دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. در این ویدیو ما کار میکنیم سر از که ما اصلا هرمونیه را چطور استفاده کنیم. هرمونیه به طریق درستش چیزای از موضوعات بسیار بیسیک است که ما باید او را بفهمیم. میریم یک جور دوستای عزیز شروع میکنیم. دوستای عزیز، اولی که وقتی که آدم میشینه هرمونیه پیش روش میگیره، باید که زاویه 45 درجه از پیش آدم، یعنی این رقم شیشتیم 45 درجه هرمونیه را دور بتون، به خاطر از اینکه دستم درست بیایم. اگر من این پیش روی بگیرم دستم اتر میشه، دیگه امکانات از این نیست که من درست بازی کنم و این بسیار همچنان ضرر داره برای عضلات و استخوان‌های خود دستم و مانده میشه، اصلا کار نمیتونه، آدم کار نمیتونه بکنه. از اون خاطر وقتی که میشینیم هرمونیه باید 45 درجه دور خوردگی باشه که دست ما درست راست بیاید. دومی که ما هرمونیه را تا وقتی که امی دو تا استاپسشه، اینمی دو تا را این دو تا را ما باز نکردیم، هیچ وقت دیگه چیز نمیکنیم. اولین کاری که میکنیم سرپوشش را پس میکنیم و امی دو تا استاپ سر دوی زیر باز میکنیم. باز بعد از اون که ما این را باز کردیم، بعد این بسته می باشه. اول از سرپوش را پس میکنیم، بعد از اون ما این دو تا را باز میکنیم، دوی استاپش باز میکنیم، اول دوم، بعد از اون این را ما باز میکنیم. چرا؟ به خاطر از این که اگر این دو تا قایم باشه و ما اصلا این کار نمیده، دو تا قایم باشه اصلا صدا نمیده، اگر پمپ کنیم صدا نمیده و بسیار خطرناک است. وقتی که ما این را پمپ میکنیم شما میبینیم که هیچ صدا نمیده، اصلا از هیچ صدا نمیده. ما وقتی پمپ باید بکنیم، اینجا اینمی پرده ها که به نام بلویات میشن، اینا بلوسیات میشن که از کارتون جور شدن، از این کاغذ جور شدن، بسیار نازک هستن. ما تا وقتی که هرمونیه را فشار نمیتیم نباید پمپ کنیم، یعنی اول باید از تکمه های کلان دو تا باز شود، باز دست ما سر از این نوتا بیایه، باز بعد از ما پمپ کنیم. به خاطری که اگر ما این را پمپ کنیم هوا اونجا میاد داخل هرمونیه و دیگه از این جایی نیست که بیرون شوه، دیگه باز هوا حتما خدا باید از یک جای بیرون بکشه و او هرمونیه سوراخ میکنه، یک قسمت سوراخ میکنه و هرمونیه دیگه خراب میشه، دیگه کار نمیده. این بسیار مهم است که ما اول باید است که دو تا تکمه کلان باز کنیم و شروع کنیم دست ما در سر نوت باشه که باز ما پمپ کنیم. این مسئله بسیار زیاد مهم. دوستای عزیز، همونطور که گفتیم بلوس اینجا بسیار زیاد نازک هستن، ما باید بسیار کوشش کنیم که این تر نشه، او نریزنده یا کدام چیز تیز مثلا نباشه، اینجا کدام سوزن نباشه یا چوبک های نازک تیز که برزی که میتونه به بسیار آسانی ایرار سوراخ کنه. وقتی که سوراخ شد دیگه کار نمیده، هوا میره دیگه. تمام هرمونیه که سر هوا است، اگر یک جایش بسیار خوردم سوراخ باشه هوا از اونجا میره و هوا نمیره از اینجا که این ریتسای زیر نوتای زیر به حرکت بیاره و اینا صدا تولید کنن. از اون خاطر بسیار زیاد مهم است که ما این را احتیاط بکنیم. خب دوستای عزیز، وقتی که ما هرمونیه بازی میکنیم و وقتی که خلاص میشه دیگه ما بازی نمیکنیم، اول ما این را بلوس قایم میکنیم متر، بعد از او اواره میکشیم و بعد از او استاپس پس داخل میبریم، یعنی مطمئن شدیم که هوا دیگه نداره. استاپس هرمونیه را میاریم سرپوشش سرش میمانیم و بعد سرپوش من میشه یک پلاستیک میمانم، به خاطر از این که اگر پلاستیک دسترش نباشه، گرد و خاک اگر بیایه اینجا بیایه، در داخل از اینا بیایه، اینجا گرد و خاک باشه دیگه هرمونیه رو میتونه خراب کنه. یعنی از اینجا گرد خاک میره، شما گرد و خاک اینجا که برن اینا را میتونه که در خطا اگر گرد و خاک میره ای بز میکنه و سراغ خراب میشن. بسیار مهم است که دوستای عزیز که هرمونیه باید از امرای جاری و برقی پاک شون، یا امرای اینجا که وقت قایم میباشم من امرای جاری و برقی کار میکنم و اینش امرای یک تکه که بسیار نازک میگیرم این را پاک میکنم. و دوستای عزیز
مهمی است که ما ایده در جای نمناک نمانیم، در جای بانیم که خشک باشه، چرا که چوب ازی میتونه که وقتی که نم کش کنه فرم خود تغییر بده. وقتی فرم تغییر خورد ریتسا یا نوت ها را همون جایی که نوت تولید میکنن اونا را تغییر میده، یعنی او خراب میشن، بیسار میشه. بسیار زیاد مهم است که ما هرمونیه را خشک نگاه کنیم، دور از گرد و خاک نگاه کنیم، پاک نگاهش کنیم. و حتما بسیار مهم است که هوا باید داخل از این نباشه، یعنی ما اینو باز میکنیم، میبینیم، چک میکنیم که هوا نیست، اینجا رو قایم میکنیم، اینو قایم میکنیم و اینو پاک یک جایی میبردیم. البته دوستای از متوجه باشین که در کسی که طفل خرد داره یا خطرناک است که وقتی که آو بندازه یا سرها بسیار نازک هستن، وقتی که یک کمی که فشار سرش بیاید میتونه که مکمل هرمونیه دیگه کار نده. خب دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که یک ویدیوی جالب بوده باشه و ما تانسته باشیم که وقت خدا به صورت درستش به مصرف رسانده باشیم. از توجهتون بسیار تشکری میکنیم دوستای عزیز. هر کدامتان تا هفته دیگه به خدا میسپارم. بای بای.